میخوای سرمایه گذاری کنی؟ سرمایه گذاری میکنی باید یه چیزی رو بخری، یه چیزی رو بفروشی دیگه. بهترین چیزی که میتونی بخری دعای ملته، دعای پدر مادرتو بخر. نه که خریدن، نمیتونی بخری، منظورم اینه که دنبال اون برو، دعای ملت رو بخر، نه که نفرین ملت رو بخری. پس یه کاری بکنیم برای دیگران. بعضی دستشون نیست، دست ما خیلی، حالا پول نمیگم هر چیزی. پس دنبال دعا برو، سرمایه گذاری کن، الهی که سرمایه دار بشی، انقدر ملت برات دعا کنن، انقدر سرمایه دعا داشته باشی، قصه هیچی نداشته باشی، بگی آقا من سرمایه دارم، چون آه کسی دنبال من نیست، همش برکت و از ته قلب برای من دعا میکنن. دنبال این بریم.